بله. الو سلام بله. علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله. شخصا ما فکر خود ما گفتنیم اساس مقصد ما انقلاب کردن در تاجیکستان، یعنی این حکومت حاضر یا نمود کردن که ما نمیتونیم اینو با رسیده. برای همین من شخصا فکر خودم میگم که ما باید یه اجدن ادار کنیم. یعنی یو مثال که ما مثال تیار کنیم چند نمود آدم تیار کنیم. شما حاجی اینا تربیت کردن گیرید مردم وقتی تیار میشود خودش معلوم میشود وقتی ما اینا حاجی چند که فرقیت بین اصولا خیلی کلان است. با مدت یک ماه دو ماه سه ماه مردم با بسیارتر تیار میشود. وقتی که مردم تیار شدن بعد یک مدت 1000 آدم 500 آدم دیگه بود مخصوص تیار کردن در کورکی شب اینا مردم با یاردم کند روخا. بعد یک بار اینو یگان اعلام نکرده یک ساعت پیش می 2 ساعت پیش می 3 ساعت پیش اعلام کرده خسته حکومت رفته انقلاب کردن در کورای. شخصا فکر من همین است. دیگه نمود اینا با قانونی رسیدن نمیتونه. یا نمود کردن که رنگ گیرده برید تو خدا رنگ مشکل دارین گیرده برید مونی تو خدا میگیری تو خدا به فراموشی میمونید دیگه. یو همین کرده دیگه نمیتونه پیش. ما مثال که من خودم شخصا وقتی پاسپورت گرفتاری رفتم یک کاروبس هم نمود کاروبس همه جا که در گورادل رفتم برای پاسپورت گیری در سپوریدم آمانات بانک اومده بود در گورادل پول سپوریدستم دیگه ملاتیه در پیشش کامیرا کورکنی اوربنه اینو با یک نمود پیش رفتن نمیتونی فقط یک نوده از نگاه شما یک ضربه ناگهانی ها. البته یک ضربه ناگهانی. یعنی شما باوری دارین که مثال ما گروه 24 خب نفرهای طرفدارها داریم، نفرهایی که در داخل کشور داریم یا که نفرهایی که از بیرون داره چهره آشکار نیست که وطن میروند برمیگردن و غیره. شما مطمئن هستین که چون این کار ما انجام بده مردم در اطراف این برادرها سرجم میشوند؟ اینه من شخصا برای خودم جواب میتیم. تو اینه من قریب 2 ماه شما را گوش دارم قریب 2 ماه گوش دارم. تو همین پیشکی 2 ماه ما همین جرامو چتگی بودن گپو نوایو گپ میزدن من این در کار نیست این چی نیست بود چه. وقتی شما را گوش کردم در حقیقت اینه من قریب تیار بگم میشد. من برای چی 4 فرزند دارم پدر مادر دارم. من در مهاجر ما خونه رفتن نمیتونم. سببش چیه که خونه رو کار یافتن نمیتونم. خونه رفتن میتونم لیکن اما در خونه کار یافتن که در خونه شش دهن دور مودم خوردن. من یک سوال پیدا شد اینجا. شما گفتن که 2 ماه هست که ما شما را خب پیگیری میکنیم. ما در این میدان خب تقریبا 6 سال 6 سال شما در میدانیم. برای چی شما تازه شد که 2 ماه پیگیری میکنید؟ سببش در چی است؟ سببش اینمی که در تاجیکستان در سرمون ترس دادن که اینمی لایک مونی گوش کنی این جوابگاری دارد. سبب همین من میدونستم همین شما وجود داشت یعنی گروه 24 وجود داشتنش پیش او درمو تلویزیون دام نشون پروگرام داشته میدونستم لیکن ترس بود که این همین من گوش کنم چی کنم مرا یعنی مرا زیان میرسوند حکومت. من میخوام که یک پیغام بتم با هموطنان. خب شما واقعا نقطه درست از ذکر کردید یا یادآور کرده. من میخوام یک نقطه را برای هموطنان برسونم. چی نفرهایی که ما را طرفدار هستن نیستن چیزی است. برای شما میگیم که شما حق دارین که نوابسته از اونی که ما کی هستیم فرق نداره. هر چیزی که رژیم امروزه ما را میخونه همون گونه ما هستیم یا نیستیم فرق نداره. هر کسی که نسبتی وطن شما حرف میزنه شما او را حق گوش کردن داره. هیچ کس حقی نداره شما را ممنوع کنه. درباره وطن شما وقتی یک کس حرف زد شما باید حتما گوش کنین که اون چی میگه نسبت وطن شما. صحبت هایی که ما داریم همش چی است؟ یعنی که همون پیوست است برای با مردم ما، با کشور ما، با وطن ما.
انتخاب یک باید سال. ما شما حق دارین حتی در حالتی که فرق نداره پلیس است، امنیت، هر کسی هست، شما این حق دارین که این نفر اگر که من طرفدارش هستم یا نیستم درباره وطن من حرف میزنم، من حق دارم میره باید گوشش کنم، باید من تحلیلش کنم. شما باید چنین آشکار صحبت با نفرهای MVD است، KGB است، کجای ارتش است، باید آشکار حرف بزنید. آشکار این حق شما داره. او الا پدرتون رحمت انمی شما خود همینه برای من مهلت 2 ماه فهمونده. تو این وقت من فکر میکردم که من حق ندارم، یعنی فکر نه، من گمان میکردم که من حق ندارم. یعنی مورا چنون که نمی حکومت چنون که مورا گمان برد، چنون که مورا فریبگاری کرد، چنون که مورا چی کرد که مردم این مثال خیلی میگن مردم همین فکر ما بوری گمان میکنه که حق نداره، گمان میکنه حق نداره. برای همین یک نمود دیگه او یک نمود که پروگرام کردن در کره که مردم در همین تقسیم، همین مردم باید همین بینن، همین شما را باید بشنوند، بعد بفهمن. مثل خودم بوریم مثلا میگم که باید ما بدون در حقیقت اگه ما حس کردیم ما حق دارم. تو همین 2 ماه پیش ما فکر میکردم که گمان میکردم، فکر نه گمان میکردم که حق ندارم. این نه ما حاضر خودم حس کرده است که ما در حقیقت شما باور دارین که من 100% براتون میگم، 100% براتون میگم که فرزندای خودی همون مسئولای کلان کشور ما، فرزندای ما در همین کانال های ما پادکست کردن، میشنن در یک جایی تماشا میکنن. فرزندای خودشون برای میدونن که ما درباره وطن گپ میزنیم، میدونن که در اینجا با زندگی اونها، با برنامه اونها، خب با دیگر با همه بگم که زندگی که اونها دارن، این سخنهای ما تاثیر مثبت یا منفی خودش میرسونن. برای همین اونها چیکار میکنن؟ یعنی ما را گوش میکنن، باید بدونن که ما امروز با مردم چی صحبت میکنیم. پس شما هم همین گونه از صحبتایی که ما میکنیم این تاثیر خودش حتما برای زندگی شما میرسونه. شما هم همین گونه حق دارین که گوش کنید. شما مردم تاجیکستان باید همین ترس از قلبتون بیرون کنید، آشکار تماشا کنید، پنهانی نه، آشکار تماشا کنید. حق دارین که هر کسی نسل میاد همین گپا بگن که من همچون شهروند تاجیکستان نوبسته از این نفر من طرفدار هستم یا نیستم، باید من گوش کنم که این چی کارها رو انجام داده است و چی میخواد که چی را تغییر بده. تمام. وقتی که شما این مرحله را گذشتین، باز قدم های بعدی است ان شاء الله. فهمو گفتون درسته. من گپ شما رو طرفدارم. باید یکم همین مرحله که ما باید ترس خودمون ایدیل باید پرتویم، یعنی که یک کس نه دو کس نه، باید همه کس باید همین کارا بکنی. بله. هو تشکر زیاد من نفر بعدی. بله خدا